آدم بخواد با خدا حرف بزنه، حواسشو تا جایی که میتونه جمع بکنه. البته خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت یه نکته بسیار بسیار کارگشایی میفرمودن اون جاهایی که تو نماز سهواً حواستون پرت میشه، یعنی عمدی خودتون پرت نکردید، همینجوری سهواً حواستون پرت میشه و بی اختیار، اون خیلی چیزی نیست، جدی نگیرید، این خیلی به درد شیطان نمیخوره. ولی اونجایی که فهمیدید تو نمازید خودتون رو نگه دارید. اون چیزی که به درد شیطان میخوره این که آدم عمدن دنبالش را بیفته بره. اما اونجایی که بی اختیار آدم حواسش پرت شده این چیزی نیست و اگه این ادامه پیدا بکنه خیلی آثار داره، میتونه باعث بشه که یواش یواش آدم کنترل خودش رو به دست بگیره. نگیم دیگه آب از سر گذشته و این نماز دیگه فایده نداره، نه، این حرفا رو نزنیم. ولو به اندازه یک سجده، ولو به اندازه یک رکوع، ولو به اندازه یک ذکر که حواسمون باشه تو نماز هستیم، همین ارزشمنده.